علم هیمیا علمی است که به وسیله آن سیارات هفتگانه را می‌شناسند و در اثر آن شناخت به وسیله ستاره‌های هفتگانه در زمین تصرف می‌کنند و کارهای عجیب و غریب در روی زمین انجام می‌دهند. از جمله به وسیله آن علم جنیان را تسخیر می‌کنند. علم تسخیرات است و آن معرفت احوال سبعه سیار است. از حیث تصرف ایشان که قوه علویانند در قبایل سفلی و دعوات و فتحات و بخورات ایشان و تسخیر روحانی و عزایم جنیان و معرفت قوه و منازل مثل آن. در علم هیمیا ترکیب قوای عالم بالا با عناصر عالم پایین مد نظر است و به آن علم طلسمات نیز میگویند. در طلسم از طریق برخی ابزار و وسایل مادی عناصر عالم پایین نیروهای ماورایی جهت انجام کارها به خدمت گرفته میشوند. ظاهراً طالع‌بینی نیز زیر مجموعه هیمیا می باشد. در طالع‌بینی اعتقاد بر این است که محل و موقعیت قرار گرفتن ستارگان در لحظه تولد نوزاد بر سرنوشت و آینده او تأثیر می‌گذارد و از این طریق نسبت به پیشگویی در مورد آینده اقدام می‌شود. طالع‌بینان معمولاً با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی می‌کنند.